خبر فوتبالی: برناردو سیلوا به رئال مادرید پیوست 3 روز پیش. ابراهیما کناته به رئال مادرید پیوست و دنزل دامفریس از تیم اینتر به رئال پیوست. برناردو سیلوا از منچستر سیتی به رئال پیوست و ابراهیما کناته از لیورپول به رئال مادرید پیوست دقیقاً 4 روز پیش. امروز هم یک شنبه است، یعنی 4 شنبه به تیم رئال مادرید پیوستن و هنوز شماره‌ای که بازیکن‌ها دادن معلوم نیست. فلینیور پرز رئیس رئال مادرید دوباره شد و ژوژ مورینیو مربی رئال مادرید شد. و خبر بعدی: تیم ملی جام جهانی ترکیه آردا گولر با یک رکورد خیلی خوبه پاس گل و بازیکنی که در همه بازی‌ها جزء بازی 6 گرفته امتیازاش بالا بوده، مثل 7-9 8-0 8-6 و حتی 9-0 و تا حالا هم با بهترین بازیکن زمین شده. و این هم از خبرهای امروز. اگه دوست داشتین لایک نشه.